قرآن طوری بخوانید که به شما نازل شده، در همه ابعاد، در همه شونات زندگی طوری بخوانید که قرآن به شما نازل شده. در امور فردی چطوری قرآن بخوانم به من نازل شده؟ بسیار خوبش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الضحی و اللیل اذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی. سبحان الله. قسم به ضحی، قسم به شب که ما تو را رها نکردیم. یعنی چی؟ یعنی هرگاه ناامید شدی، احساس کردی که خدا از تو روی گشتانده، احساس کردی خدا ازت قهر است، احساس کردی که دیگه نمیتونی پیشرفت کنی، احساس کردی که دیگه نمیتونی جا زدی، به اصطلاح ناامید گشتی از زندگی، تنها شدی، بیکس شدی، غمگین شدی، پریشان شدی، باز به قرآن که خدا برات میگه ما ودعک ربک و ما قلی، که خداوند تو را رها نکرده، به راهت ادامه بده و به مسیرت پایبند باش، امیدوار باش. حتما طلوعی در راه است، حتما بعد از سختی ها آسانی است. این مع العسر یسرا. دیگه آیه بعد از هر سختی آسانی است که قرآن به تو نازل شده. دیگه توی طور بخوانش. در رسالت اجتماعی چطوری بخوانیم؟ یا ایها المدثر. مرا میگه، تو را میگه ای مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. بخیز، مردم بترسان و خدایت به بزرگی یاد کو، دعوت گری کو، از خداوندت به نیکی یاد کو، از خداوندت به بزرگی یاد کو، مردم به طرف خدا بکشان. باز در شب چی میگید خدا؟ یا ایها المزمل. ای مزمل قم اللیل الا قلیلا. در شب قیام کو، نماز بخوان، ذکر کو، دعا کو برای خودت و برای همه بشریت. در رسالت جهانی چی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت کو، میگه با حکمتش با مردم نرمخوی باش، بتانی دلی را به دست آورده و او دلی را پرواز داده به طرف خدا و الهی حق و محبت و معرفت، صفا، صمیمیت، عشق و آگاهی و درایت.